سلام به کانال من مریم امیری، خوش اومدین. بیاین جلو ببینین چه شیرینی جذابی رو قراره امروز آموزش بدم بهتون. شیرینی برنجی با عطر هل و گلاب، یه شیرینی عالی با یه طعم بی‌نظیر، بافتش هم که فوق‌العاده ترد و لطیفه. این مواد رو اگر داشته باشید به راحتی تو 1 ساعت میتونین همراه با من یه شیرینی برنجی خیلی خیلی خوشمزه درست کنین. روغن جامد میخوایم، همینطور آرد برنج که حتما باید از برنج اعلا و معطر گیلان تهیه شده باشه، یه دونه زرده تخم مرغ و پودر هل، پودر قند و گلاب و خلال پسته و تخم خرفه هم که برای تزیینش میخوایم استفاده کنیم. اولین کاری که میکنیم پودر قند رو داخل الک میریزیم و باید این رو الک کنیم. دقت بکنید که حتما باید از پودر قند خیلی خیلی نرم و لطیف استفاده بکنیم تا این پودر قندها بعد از پخت زیر دندون داخل شیرینی احساس نشن. کاملا که پودر قند رو الک کردیم، بعد روغن جامد رو بهش اضافه میکنیم. معمولا تو شیرینی های سنتی قنات ها توی قنادی به جای استفاده از روغن جامد از روغن صاف استفاده میکنن. روغن صاف دمای ذوبش خیلی بالاست، هم برای سلامتی بسیار خطرناکه و ضرر داره و همین که علاوه بر اون طعم و مزه شیرینی رو واقعا خراب میکنه و شیرینی که با روغن صاف درست میشه وقتی میخورین تو دهن میماسه و حس بدی داره. پودر هل رو هم اضافه میکنیم به موادمون. ما 125 گرم روغن جامد و 125 گرم هم پودر قند نرم الک شده داشتیم. 1/2 قاشق چایخوری هم پودر هل رو بهش اضافه میکنیم و با همزن برقی شروع میکنیم به هم زدن تا زمانی که این روغن و پودر قند رنگش روشن و کاملا سفید بشه. یک مقدار که این مواد رو با هم زدیم، بعد باید یه دونه زرده تخم مرغ رو اضافه کنیم. دقت بکنیم ما برای این شیرینی فقط زرده تخم مرغ رو نیاز داریم و سفیده اضافه است. نسبتاً باید از تخم مرغ کوچیک استفاده بکنید. این یه دونه زرده و دوباره هم میزنیم. خب حالا بعد از هم زدن موادمون موقع اضافه کردن آرد برنجه. آرد برنج رو هم باید الک بکنیم. هرچه آرد برنجتون عطر و بوش بهتر باشه و نرمتر آسیاب شده باشه کیفیت شیرینیتون بهتر میشه. خب اینم آرد برنج. وقتی آرد برنج رو الک کردیم، زمانی که میخوایم هم بزنیم گلاب رو هم بهش اضافه میکنیم. 1/4 پیمانه گلاب و 250 گرم هم آرد برنج داشتیم. کاملا هم میزنیم تا موادمون حالت خمیری رو به دست بیارن. ببینید همینطور که هم میزنیم خیلی زود موادمون حالت خمیر میشن. بعد از اینکه کامل آرد برنج به خورد مواد رفت، یعنی خمیرمون آماده است. اگر فرصت داشتید به خمیرتون تو دمای محیط حدود 2 ساعت استراحت بدید، ولی اگر وقت نداشتید میتونید همین الان هم بدون استراحت این خمیرتون رو آماده کنین. یه مقدار از مواد به اندازه 1 قاشق چایخوری بردارین و کف دستتون گردش بکنید. بعد از اینکه این مواد رو گرد کردید، از مهرهایی که مخصوص نون برنجی هستن میتونید استفاده کنید. هم از جنس چوبی هست، هم این جنسش هم برنجیه و مهرهای پلاستیکی. فرقی نمیکنه جنس مهرتون چی باشه، فقط چیزی که مهمه اینه که مهر رو لحظه‌ای که میخواین استفاده کنید حتما بزنید داخل آرد برنج و چند تا ضربه بزنید آرد اضافهش ریخته بشه. بذارید روی خمیر و به آرومی یه مقدار فشارش بدید و بعد هم آهسته
بلند کنید. این مهرایی که من دارم یه طرفش حالت خط هلاله و این طرف هلالهای برعکس داره، یعنی الان یه دونم از این طرف من میزنم روش، با ضربه آردای اضافه رو میگیریم، دقیقاً وسط قرارش میدیم. ببینید این الان یه دونه از این ور زدم، یه دونه از اون طرف، کاملا این حالت لوزی های ریزو به من داد. حالا میذارمش داخل سینی و بازم براتون درست میکنم که ببینید. به همون اندازه از خمیر بر میدارم. خمیر رو زیاد توی دستتون نگه ندارید که گرم بشه، مخصوصا خمیر من که استراحت نکرده لازمه که سریعتر کار کنم. مهر رو زدم داخل آرد برنج، کمی فشار میدم، از سمت دیگم همین کار رو تکرار میکنم و داخل سینی میچینم. سایز نون برنجیتون نباید خیلی بزرگ باشه، سایز خمیرتون، اما با توجه به سایز مهری که شما انتخاب میکنید یه ذره میتونه تغییر داشته باشه. وقتی که مهر رو میذارید روی خمیر خیلی باید آروم و آهسته فشار بدید و این فشاری که ایجاد میکنید باید تا حدی باشه که خودتون با دست مقابلتون لمس میکنید که چقدر فشار نیاز هست. به این حالت داخل سینی قرارش میدم و بعد از اینکه توی سینی گذاشتیم، بعد با یه مقدار، با یه تیکه کوچولو خلال پسته که وسطش میذاریم و همینطور تخم خرفه. تخم خرفه رو زیاد نریزید، یه مقدار کم باشه و اینم خلال پستمون. خلال پسته رو یه مقدار فرو کنین که خیلی برجسته نمونه که بعداً موقع بسته بندی شیرینیاتون دچار مشکل نشید. خب من همه خمیر رو آماده کردم، گردشون کردم و روشونم مهر زدم. یه کمی هم تخم خرفه پاشیدم و الانم دارم این پسته های نگینی رو میذارم وسط شیرینی هامون. بعدش باید بره داخل فر. دقت بکنید حتما باید فر رو از قبل گرم کرده باشیم با دمای 170 درجه سانتیگراد و 1 ربع قبل باید فر روشن شده باشه. برای پخت شیرینیمون حتما سینی رو باید طبقه وسط قرار بدیم و همینطور باید فقط حرارت از پایین روشن باشه و به هیچ عنوان گریل بالا رو استفاده نمی کنیم یا المنت بالا به هیچ وجه استفاده نمیشه. طبقه وسط فر باید شیرینی ها رو بپزیم حدود 15 دقیقه یا حد اکثر 20 دقیقه. دقت بکنید شیرینی ها نباید تغییر رنگ بدن، نون برنجی باید رنگ سفید خودش رو حفظ بکنه. شیرینی های برنجیمون آماده شد، همونطوری که بهتون گفتم نذاشتم تغییر رنگ بده، همون رنگ سفید خودش رو باید حفظ بکنه. اگر دوست داشته باشین شیرینی برنجی رو میتونین با زعفرون هم درست بکنید که شیرینیتون دو رنگ باشه، یعنی هم سفیدش رو داشته باشید هم زعفرونیش رو داشته باشید. امیدوارم که دوست داشته باشید آموزش امروزمون رو و نهایت استفاده رو ببرید. تمام نکته هایی که گفتم رو دقت بکنید، رعایت بکنید تا نتیجه کارتون خوب و عالی در بیاد. مرسی که هستید، مرسی که تا آخر دیدید، مرسی که همراهیم میکنید. امیدوارم تو ویدیوهای بعدی من هم همراه هم باشید.